ثمره گله ما بله ها الان این در رفته دقیقا ببینیم میگه خیلی گاوه. مثلا ویدیو رو بگیرم. یکی برای ما سرما خورده، بعد خاطر اینکه جاش یه ذره نامیزونه سرما اذیت کرده. درست اینجا گرم خونه داریم ولی مثل شرایط رو باید فراهم میکنیم برای سرما نخوره. الان بریم ویدیو ببینیم که داستان چیه و اون کارهایی که لازمه برای یه دست میکروفون تو بس کنم. چند تا از اینا گرفتیم که حالا به اینا لامپ مادون قرمزه، لامپ مادرم میگن. خاطر ما لامپ مادر میگن که اینا به اصطلاح بیشتر برای مرغینا جوجه اینا استفاده میکنن، بزرگاش برای به اصطلاح بره استفاده میکنن. که ما اینا گرفتیم و تصمیم امسال خیلی گرون شده. یه دونه افتاد دستم شکست، به شدت به وارث ضرر زدیم. اینا رو استفاده میکنیم ایونا به اصطلاح گرمشون بشه حداقل، بلکه کمتر آسیب ببینه. این الان یه ذره سرما خورده، ببین دماغش هم نگاه کن، ببین می‌بینی دماغش یه ذره است. این باعث میشه که این جون بگیره. توضیحاتی که باید داده بشه اینجا، بذار من باز کنم. ما سعی کردیم فضا رو بپوشونیم، یعنی حالت سولمانن کنیم. یه تیکم داریم اصلاح میکنیم، اصلاح اضافه میکنیم. ستوناش خورده، سقفم داره انشالله میخوره. این هم درگیره، این چرا نمیره. خلاصه که اینجا باید کاملا کاور بشه که سرمایش گرمایش قرار بگیره، ولی برای این بره ها چون حساسه، مخصوصا اونه که تازه بوده نمیاد. برو بچه برو باید همه جا میره اونجایی که باید بره. همچنین دیگه فرصت بهش بدیم. حتما باید فضا پوشیده بشه که دچار سرمازدگی نشن، تو زمستون هم دچار گرمازدگی نشن. خلاصه که پرورش گوسفند همچین راحت هم نیست، فکر کنید خیلی راحته. یه سری اصول رو باید حتما رعایت بکنید، چه سرما چه گرما اینا حساس هم مثل آدما. باید موارد ایمنیشون حتما رعایت بشه که دچار آسیب نشه. اینجا مزرعه احمدی، اولین یوتیوبر چوپان ایران. دوست داشتید حمایت بکنید. این ویدیو هم آموزشی بیشتر برای دامدارا بود و کسایی که علاقه‌مند به این حوزه هستن. خداحافظ.